اگه میخوای این کار خوشگل سرامیکی رو بسازی با من همراه باش. اندازه‌ای که فکر می‌کنین لازمتون میشه گلتون رو بردارین. سعی کنین گفتم که با دستم برش ندین چون دوباره داخلش حباب و حفره ایجاد میشه. حتما با سیم برش یا سیم مفتولی یا نخ دندون استفاده کنین. بعد گفتم نگاه کنین الان این گل نیاز به ورز دادن داره بچه‌ها. خب قبل از هر کاری گفتم تو تکنیک ورز دادن که باید حتما 5 تا 10 دقیقه گلتون رو ورز بدین واسه هر کاری و بعد شروع کنین به اون کاری که میخوایم بسازین. من اینجا شروع میکنم به ورز دادن گل به صورت تکنیک کله گاوی. همین چیز گرد بسازم. قبل از اینکه بخوام با وردنه صافش کنم یه حالت گردی بهش میدم. حالا بچه این دوتا تخته های چوبیتون رو بذارین دو طرف انگار گلتون و واسه اینکه این بخواین تکون نخوره بچه یه چیز سنگین سعی کنین روی اینا بذارین که اینا تکون نخوره. و بعد شروع میکنم با وردنه گلم رو صاف میکنم. نکنین چطوری همش میخوام که این گردیش حفظ بشه. و بعد میام با استفاده از یه پرگار به اون اندازه‌ای که میخوام دایره میکشم روی گلم. اون ابری هم که گذاشتم زیر پرگار به خاطر این بود که گلم سوراخ نشه. بعدش میام با چاقو یا تیغ جراحی شروع میکنم گلم رو برش دادن و دایره‌مو رو در میارم. بعد از این که شکل دایره‌ایمو در آوردم با دستم شروع میکنم به شکل دادن گلم. اینجا میتونید به هر فرمی که دوست دارین گلتون رو شکل بدین چون گل هنوز حالت رطوبت زیادی داره و هر فرمی که بخواین شکل میگیره. و بعد با یک تیکه ابر میام قسمت بالای کار رو شروع میکنم به صاف کردن و گرد کردن و از اون حالت تیزی درش میارم. توی مرحله که هنوز گلم حالت فرم پذیره میام با دستم یا با یه تیکه ابر و قسمت هایی که مشکل دارن حفره یا ترک داره رو برمیدارم و تمیز میکنم. بعد از این مرحله اون شکل برجسته‌ای که میخوام بس کنم به بشقابم رو در میارم و شروع میکنم به ایجاد خراش. من میخواستم که دوربین بکشم پس شکلی که در آوردم شکل دوربینه و در آخر با چسباب تیکه برجستم رو میچسبونم. بعد از رنگ کردن و 2 مرحله کوره رفتن بشقاب سرامیکی من آماده است.